من می روم. همین حاضر. دیگر به این خانه قدم نمی گذارم. گفتم من و جامدان کهنه‌ام را به دست گرفتم. ملکه، زنی که 14 سال حیاتم را به او بخشیده بودم، حتی از جایش نجنبید. او با همان نگاهی سرد و پر از نفرت به من نگریست و گفت: خوب میکنی. دفع شو و دیگر رویت را نشان نده. به تو زندگی ما بهتر می شود. عادتاً من در جواب یگان گپی سخت می گفتم یا در خامه را با تمامی قوه می کوبیدم. ولی امروز نه. امروز من در آن آرام بودم. یک آرامی ترسناک. 14 سال نکاح، 14 سال زحمت، ساختن تجارت، تربیه فرزند و همه‌اش در یک ثانیه مثل قصر کاغذی فرو ریخت. من می‌دانستم که وقتی من از این در بیرون می‌شوم، ملکه هنوز نمی‌فهمد که چی چیزی را از دست داد. او فکر می‌کند که من مثل همیشه بعد 2 روز با گلدسته و بخشش پرسی برمی‌گردم. ولی او خطا می‌کند. این بار من برای همیشه می‌روم و من همه چیز را با خود می‌برم. بیایید کمی به عقب برگردیم. نام من کمران است. در شهر ما مرا همچون کمران ماشین فروش میشناسند. من صاحب یک بازار خردی ماشین‌های استفاده شده هستم. این تجارت را من با خون و عرق جبینم ساختم. وقتی ما با ملکه ازدواج کردیم، ما هیچ چیز نداشتیم. در یک خانه اجاره‌ای کهنه زندگی می‌کردیم که در زمستان دیوارهایش یخ می‌بستند. اما در 6 ماه آخر ملکه به یک آدم دیگر تبدیل یافت. او مثل یک بالغه خرابکار بود که هر روز با سخنانش قلب مرا می شکست. تو فقط یک ماشین فروش عادی هستی، می گفت او. اگر من نمی شدم تو تا حال در کوچه ها می گشتی. من نمی فهمیدم که چرا او اینقدر تغییر یافته است. برای آنکه جنجال نشود من کوشش می کردم که به خانه دیرتر بیایم. ساعتها در ماشین می نشستم و به تیریزه روشن خانه امان نگاه می کردم. انتظار می شدم که ملکه و دخترم آمینه خوراک شام را خورده تمام کنند و خواب کنند. تنها بعد من وارد خانه می شدم. بسیار وقتها حتی خوراکی باقی مانده را هم برای من نمی ماندند. من در آشخانه تاریک نشسته نان خشک را با چای می خوردم و فکر می کردم در کجا من خطا کردم. همه اش در یک روز دوشنبه عادی تغییر یافت. من در یک آشخانه کنار شهر نشسته بودم تا کم خوراک خورم. در پهلوی من در یک کابینه دیگر 2 نفر نشسته بودند و بلند بلند خندیده گپ می زدند. ناگهان من کلمه کامران را شنیدم. گوشهایم را تیز کردم. یکی از آنها آوازی خیلی شناس داشت. این رحمان بود. رحمان دوست جانی من از دوره مکتبخوانی. او استایی ماشین بود و من تمام ماشین‌های بازارم را برای تعمیر به او می‌دادم. من به او از خود زیادتر باور می‌کردم. ای برادر، میگفت رحمان با خنده. همان کامران لقط تا حال نمی‌داند که زنش ملکه هر هفته به نزد من می‌آید. ما حتی در روز تویشان وقتی کامران با مهمان‌ها بند بود، در پس طربخانه با ملکه وقت گذرانیده بودیم. او فکر میکند که دخترش آمینه از خودش است، ولی اون نسخه من است. بیچاره کامران پول تعمیر ماشین ها را به من میدهد، من باشد با آن پول ها زنش را به طرفخانه میبرم. در آن ثانیه من حس کردم که نفسم تنگ شد. گویا کسی با قردی تیز قلبم را 2 تقسیم کرد. دوست بهترینم، کسی که در تویم در پهلویم استاده بود، زنی که برایش جانم را میدادم. آنها 15 سال باز مرا مسخره میکردند. من فقط یک سرچشمه پول بودم. من بی صدا از آشخانه برآمدم. ماشینم را در کنار راه من کردم و 2 ساعت تنها به یک نقطه نگاه کردم. در سرم فقط یک فکر بود. من باید انتقام گیرم، ولی نه با مشت، با عقل. من به خانه برگشتم. ملکه مثل همیشه با زهرخنده مرا پیشواز گرفت. باز آمدی؟ پول اجاره را آوردی یا باز در بازار ماشین‌هایت را فروخته نتوانستی؟ من چیزی نگفتم. من باید دلیل جمع می‌کردم. شب وقتی که همه خواب بودند، من تلفن ملکه را گرفتم. رمز تلفنش سنه تولد آمینه بود. من پیام‌ها را کافتم، چیزی نبود. او همش را تازه می‌کرد. اما من یک برنامه جاسوسی، ترکر، در تلفنش نصب کردم که هر یک قدمش را به من نشان می‌داد.
بعد من به حجره آمنه در آمدم. او 13 ساله بود. دختری که من با مهر زیاد کلان کردم، شبها بالای سرش نشسته بودم وقتی بیمار می شد. من با احتیاط از دهانش نمونه DNA کاتون سواب گرفتم. بعد از خودم هم گرفتم. روز دیگر من به لابراتوریای مرکزی شهر رفتم. دکتر گفت که نتیجه بعد 3 روز معلوم می شود. آن 3 روز برای من مثل دوزخ بود. من به بازار می رفتم، با میزاجان گپ می زدم، ماشین می فروختم، ولی در درونم قفان بود. رحمان به نزدم آمد، باز همان شوخی های لقی خود را می کرد. من بر رویش تبسم می کردم، ولی در دل می گفتم کمی صبر کن رحمان، کمی صبر کن. وقت زنگ تلفن آمد و دکتر گفت نتیجه تیار است، من فهمیدم که حیات کهنه من تمام شد. جناب کامران، احتمالیت پدری شما 0% است. کودک از شما نیست. نتیجه دنکه در دست من بود. ورق سفید که با حرفهای سیاه حکم برآورده بود. احتمالیت پدری 0%. من در ماشین نشسته بودم و حس می کردم که چطور تمام جهان گرد و اطرافم خیره می شود. آواز آدمان، صدای ماشین های کوچه، همه اش گویا از زیر آب می آمد. 14 سال پیچی راست زده من به خود. 14 سال عمرم را برای کسی صرف کردم که حتی فرزندی من نیست. من برای او شبها کار میکردم، بهترین مکتبها را میجستم، در زادروزهایش قیمتترین تحفه ها را می آوردم و همه‌اش دروغ بوده است. من باید به خانه می رفتم و با ملکه روبرو می شدم، ولی من می دانستم اگر حاضر روم من خود را داشته نمی توانم. من او را می کشم یا خودم را. من باید نقشه می کشیدم. من به نزد ادوکات کوهرام اکرم جان رفتم. اکرم جان مرد تجربه دار بود که سالهای زیاد در ساحه تجارت به من کمک میکرد. وقتی من به دفتر کاری او در آمدم و ورق را روی میزش گذاشتم، او عینکش را درست کرد و مدت دراز خاموش ماند. کامران جان، گفت او نهایت، این خیلی وزنین است. من میدانم که تو چی حس کرده ایستاده ای، ولی گوش کن. اگر تو حاضر طلاق دهی موافق قانونهای ما، ملکه نصفی بازار ماشین و نصفی حولیت را میگیرد. او با پول تو و با معشوقش در خانه تو زندگی میکند. تو این را میخواهی؟ من مشتم را چنان سخت فشردم که ناخونهایم به پوستم فرو رفتند. نه، گفتم من با آوازی لرزان. من نمیخواهم که او حتی یک تینی مرا بیند. من میخواهم که او در کوچه ماند، محض در همان کوچه‌ای که من او را یافته بودم. اکرم جان تبسمی سرد کرد. پس ما باید جراحی کلان کنیم. ما تجارت را از نام تو میبراریم. ما آن را به یک شرکت خارجی میفروشیم که در اصل صاحبش خودت هستی، ولی در کاغذها یگان علاقه به تو ندارد. تو تنها یک کارگری عادی میشوی. معاشی تو را ما حدی اقل نشان میدهیم. خانه را باشد، ما نقشه داریم که آن را به گرو گذاریم. ما 3 ساعت نشسته هر یک قدم را حساب کردیم. من باید 3 هفته صبر میکردم. 3 هفته دوزخ در یک خانه با زنی که به من خیانت کرد. روز دیگر من به بازار رفتم. در آنجا رحمان الکی منتظری من بود. او با همان چهره کشاده و خنده های دروغین خود به نزدم آمد. کامران جان برادر، گفت او و دستش را به کتف من گذاشت. امروز یک ماشین نو آمد. محرکش موتور کمی صدا دارد. بده من آن را تعمیر کنم. یک پول خوب کار کنیم. من به دستان او نگاه کردم. همان دستانی که ملکه را آغوش می کردند. همان دستانی که پول مرا می گرفتند. من در دل نفرت عظیم حس می کردم، ولی نقاب را از رویم نگرفتم. البته رحمان جان، گفتم من و مجبوری تبسم کردم. تو بهترین استا هستی. من به تو 20 عدد ماشین نو را می سپارم. همه اش را تعمیر کن. این دفعه پول کلان می دهم. رحمان از خرسندی چشمانش درخشیدند. او نمیدانست که این آخرین فرمایشی من است. من میخواستم
او را با کار بند کنم تا او و ملیکه گمان نبرند که من چیزی را میدانم. من میخواستم که او در بالای این ماشین ها شب و روز کار کند و در آخر یگان تین نگیرد. در وقت خوراک نصف روزی ما با هم نشسته چای خوردیم. رحمان درباره ناموس مرد و دوستی گپ میزد. میدانی کمران، میگفت او نان را به شوربا تر کرده، در این زمان دوستی حقیقی یافتن مشکل است. من شادم که ما با هم هستیم. من به او نگاه کرده فکر میکردم چه طور یک انسان میتواند این قدر پست باشد؟ چه طور او میتواند نانی مرا خورده به ناموس من دست زند؟ ولی من تنها گفتم بله رحمان، حقیقت را گفته. آدمها را در وقت آزمایش میشناسی. بگاهی من به خانه برگشتم. من با خود یک ماشین ورزشی سرخی گرانبها را مازدا میاتا آوردم. این قسمی نقشه من بود. من میخواستم نشان دهم که من خودخواه شدم و تنها درباره خودم فکر میکنم. وقتی من ماشین را در نزد حولیمان منع کردم، ملیکه و آمینه به بیرون برآمدند. این چیست؟ پرسید ملیکه با صدای بلند. تو دیوانه شدی؟ ما به ماشین آیلوی لازم هست، نه به این بازیچه. برای آمینه لباسهای نو لازم، برای خانم مبل لازم. تو باشد پول ما را به این صرف کردی. این پول من است ملیکه. گفتم من آرامانه. من کار کردم، من خریدم. من میخواهم کمی برای خودم زندگی کنم. آمینه دختری که من او را فرزند خود می حسابیدم به پیش قدم زد. او به ماشین با نفرت نگاه کرد و بعد به من. دادا، شما همیشه همین خیل بودید. فقط درباره ماشین های افلاستان فکر میکنید. برای همین هم در مکتب همه مرا مسخره میکنند که پدرش لقه ماشین فروش است. من نمیخواهم در این ماشین شما نشینم. این برای آدمان پست است. این سخنان مثل قرغوشی تفسان به گوشایم ریختند. لقه ماشین فروش. ما از همین کلمه را رحمان در آشخانه استفاده برده بود. من فهمیدم که رحمان اللکی آمینه را هم ضد من تربیت کرده است. او در خانه من با نان من دختری مرا به دشمن من تبدیل داده بود. من به چشمان آمینه نگاه کردم. در آنها هیچ مهری نبود، تنها طلب و نفرت. در آن لحظه من دیگر یگان گناهکاری را حس نکردم. من فهمیدم که من به این آدمان هیچ چیز قرضدار نیستم. در دوام 2 هفته آینده من با کوچیدن مخفی آغاز کردم. هر روز وقتی که ملیکه در کار بود و آمینه در مکتب، من بعضی اشیاهای مهم خودم، حجتهای تجارت، اسبابهای قیمتبها و حتی لباسهای بهترینم را آهسته آهسته از خانه می برآوردم. من آنها را به یک کوارتیره می بردم که به نام ادوکاتم اکرم جان اجاره گرفته بودم. ملیکه حتی پی نمی برد. او چنان با رحمان و عیش و عشرت خود بند بود که دیگر به من اهمیت نمی داد. او فکر می کرد که من همان کمرانی ساده هستم که هر چیزی گوید طاقت می کند. من در بازار هم دیگرگونی ها کردم. من به همه کارگرانم بغیر از رحمان و خوری مخفی گذرانیدم. بچه ها، گفتم من با آنها، من بازار را فروختم، ولی خواطر نشوید. جای کار شما باقی میماند. تنها صاحبش دیگر است. از این پس شما به ان مدیر نو من حسابات میدهید. و یک چیز، درباره این به رحمان چیزی نگویید. این سر ماست. کارگران مرا احترام میکردند و همه راضی شدند. آنها میدانستند که رحمان آدم دورویه است. شبها من در مهمانخانه خانه‌مان می نشستم و به رسمهای آیلوی نگاه می کردم. در رسمها ما خوشبخت می نمودیم. من، ملیکه و آمینه در ساحل بحر. من در رسم تبسم می کردم و ملیکه را آغوش می کردم. حالا باشد دیدن این رسمها برایم مثل دیدن منظره جنایت بود. من این رسمها را یک یک گرفته به قوطی پرتوفتم. همه اش تمام شد. می گفتم من به خود. روز دوشنبه همه اش آشکار می شود. صبح روز دوشنبه فرا رسید. آسمان شهر و ابرهای خاکستری پوشیده بودند. من بر وقت به بازار آمدم. همون 23 عدد نوشینی که من از مزایده، اکسیون،
خریده بودم، الکای در صف چیده شده بودند. آنها زری باران میده می درخشیدند. ولی در ذهن من آنها نه ماشین بلکه سربازان نقشه من بودند. من همه کارگران را به تالار مجلس خواندم. رحمان هم با همان غرور همیشگیش وارد شد و در کرسی اول نشست. او فکر میکرد که حاضر من به او سپارش تعمیر این 23 ماشین را میدهم و او باز هزارها دلاری مرا به جیبش میزند. دوستان، همکاران، آغاز کردم من و آغازم در تالار صدا داد. شما برای من مثل عائله هستید. ما سالهای زیاد با هم کار کردیم. بله، امروز من یک خبری مهم دارم. من بازار را فروختم. در تالار خاموشی مرگبار حکم فرما شد. کارگران به یکدیگر نگاه می‌کردند. چهره رحمان یک بار دیگر شد، رنگش پرید. چی؟ فروختی؟ به کی؟ برای چی به من نگفتی کامران؟ فریاد زد رحمان و از جایش خیست. این قرار من بود رحمان. گفتم من آرامانه و به چشمانش راست نگاه کردم. صاحب نو الکای همه حجتها را امضا کرد. از امروز سرکرده انا مدیری اساسی شما می شود. و یک چیز دیگر، صاحب نو دیگر با استاهای بیرونه کار کردن نمی خواهد. رحمان، از این رو همکاری ما با تو تمام شد. دیگر به این بازار قدم نگذار. رحمان شخ شد. او باورش نمی آمد که منبع پولش در یک ثانیه خشک شد. تو نمی توانی این کار را کنی. ما دوست هستیم. داد میزد او. کی این ماشین های نو را تعمیر میکند؟ تو به من هیچ چیز را نمی فهمی. ماشین ها الکی تعمیر و آماده فروش هستند. جواب دادم من استاهای دیگر را از شهر دیگر آورده بودم. رحمان، چک آخرین خود را برای 2 هفته کاریت از انا بگیرو رفت. وقتی ما تمام شد. رحمان مثل یک حیوان زخمی از تالار برآمد. من می دیدم که چی طور دستانش می لرزیدند. این تنها آغاز دردی او بود. پس از 2 ساعت وقتی که من در راه به سوی شهر دیگر بودم، تلفنم زنگ زد. این ملیکه بود. آوازش چنان بلند بود که من مجبور شدم تلفن را از گوشم دور کنم. کامران، این چی گپ است؟ فریاد میزد او. رحمان به من زنگ زد. او گریه نکند. تو چه طور جرأت کردی که دوست بهترینت را از کار پیش کنی و بازار را فروختی؟ پول آن کجاست؟ چرا به من چیزی نگفتی؟ من ماشین را در کنار راه منع کردم و نفس چقور کشیدم. ملیکه، گفتم من با آواز سرد که خودم هم از آن ترسیدم. تو چرا درباره رحمان خواطر هستی؟ مگر او شوهر توست یا من؟ و درباره پول بازار برای سپریدن قرضها رفت. من دیگر هیچ چیز ندارم. دروغ نگو. داد میزد ملیکه. تو همه اش را از ما پنهان کردی. تو یک ماشین سرخ خریدی. حالا باشد میگویی که پول نیست. آمنه در مکتب چی میگوید؟ ما چی خیل زندگی میکنیم؟ ملیکه، گوش کن. گفتم من به خانه بر نمیگردم. من به یک شهر دیگر رفته ایستادم. خانه را من به گراو زلاق گذاشتم. پول برق و آب را برای 2 ماه سپاریدم. زندگی کردن گرید. ولی دیگر به من زنگ نزن. تو ما رو پرتافته میروی؟ آوازی ملیکه پست شد و به گریه تبدیل یافت. این خیل نکن کامران. ما عائله هستیم. فرزندت رو فکر کن. فرزندم؟ من تلخ خندیدم. کدام فرزند ملیکه؟ آمینه. محض همان آمینه ای که نسخه رحمان است؟ محض همان کودکی که تو در روزی توی ما وقتی که من در تالار مهمانداری میکردم در پس طربخانه با رحمانی ساخته بودد. من نتیجه دینکه را دارم ملیکه. 0 فایز. تو میشنوی. 0. در آن طرف تلفن خاموشی مرگاور حکم فرما شد. من تنها صدای نفسکشی تزی ملیکه را میشنیدم. او فهمید که نقابش افتاد. همه دروغ‌های 15 ساله اش در 1 ثانیه آشکار شدند. برو نزد رحمانت. ادامه دادم من. بگذار اکنون او پول مکتب آمینه را سپارد. بگذار او به تو طلا و لباس خرد. من دیگر در این بازی نیستم. من تلفن را خاموش کردم و آن را از تیریزه ماشین به بیرون پرتافتم. من حس کردم که گویا یک کوه وزنین از کتفهایم افتاد. من با انا سپارش داده بودم که نام بازار ماشین را عوض کند. نام نو چنین بود:
helpless car ماشینی ناتوان. چرا این نام؟ زیرا من می‌خواستم که هر وقت ملیکه و رحمان از نزد بازار گذرند این نام را ببینند و به یاد دارند که چی طور آنها فکر می‌کردند که من ناتوان و ساده هستم. این کلمه برای آنها یک پیام مخفی بود. شما فکر کردید که من ناتوانم، ولی در اصل شما ناتوان ماندید. من به شهر البوکرکی یا یک شهر دوری دیگر در تاجیکستان، مثلا خوجند یا پنجکند رسیدم. من در آنجا یک آفیسی خرد گشادم. من دیگر صاحب کلان نبودم، ولی آزاد بودم. من میدانستم که ملیکه نمیتواند خانه را فروشد، چون که آن در گرو بانک است و حجتهایش در دست ادوکات من. او مجبور است در آنجا زندگی کند و هر روز با رحمانی بیکار که اکنون پول یک نان را ندارد جنجال کند. عشق آنها در بالای پول ساخته شده بود. اکنون که پول نیست، عشق آنها هم به نفرت تبدیل می‌یابد. این بود قصاص واقعی من. وقتی که من تلفن را خاموش کردم و به سوی خوجند راه پیش گرفتم، در حوله ما در دوشنبه گویا وقت ایستاده بود. ملیکه در مباینی آشخانه با تلفنی در دستش یخ بسته می ایستاد. او فکر می کرد که این باز یک شوخی من است. او باور کرده نمی توانست که من کمران ساده از همه چیز خبر دارم. روزی اول ملیکه به رحمان زنگ زد. رحمان، کمران همش را می داند. او نتیجه DNK را گرفته است. او بازار را فروخت و رفت. گریه کنان می گفت او. رحمان که در آن وقت در استاخانه افلاسی خود نشسته بود، تنها یک چیز را پرسید. پول بازار کجا شد؟ او به تو چقدر پول ماند؟ هیچ چیز، فریاد زد ملیکه. او میگوید که خانه در گرو است و پولها برای قرض رفتند. در آن لحظه در ذهن رحمان عشق تمام شد. برای رحمان ملیکه تنها تا آن دم لازم بود که پولی کمران بود. اکنون که کمران رفت و پول هم نیست، ملیکه برای او تنها یک بار زیادتی و یک زن جنجالی بود. او حتی نیامد که ملیکه را آرام کند. او تلفن را خاموش کرد و رفت تا در کجای عرق خورده این بدبختی را فراموش کند. در خانه باشد آمینه از حجره‌اش برآمد. او دید که مادرش در روی فرش نشسته گریه می کند. آچه، چی شد؟ دادت کجاست؟ پرسید او. ملیکه با نفرت به دخترش نگاه کرد. او در چهره آمینه اکنون نه میوه‌ی عشق، بلکه سبب بدبختی خود را می دید. اگر آمینه نمی شد، شاید کامران هیچگاه شبهه نمی کرد. دادت رفت، داد زد ملیکه. او ما را در کوچه گذاشت. اکنون رو به همان داده استاد زنگ زن، بگذار او تو را با خوراک تامین کند. این اولین ضربه برای آمینه بود. او هنوز نمیفهمید که داده استا کیست، ولی حس میکرد که دنیای ایدئالی او ویران شده ایستاده است. پس از یک هفته اولین مصیبت آمد. کارمندان اداره برق آمدند. خواهر، پول برق 3 ماه باز سپاریده نشده است، گفتند آنها. ما مجبوریم برق را خاموش کنیم. شوهرم سپاریده بود کو. بهانه می جست ملیکه. شوهرتان تنها پول 2 ماه آینده را سپاریده است. ولی قرضهای کهنه زیاده اند. ما دستور داریم. در خانه برق خاموش شد. بعد آب را هم سپارش قطع کردن دادند. ملیکه به نزد رحمان رفت. او امید داشت که رحمان او را به خانه اش میبرد و نگاه و بین میکند. ولی رحمان در یک خانه یک حجرگی اجاره با مادر پیره اش زندگی میکرد. ملیکه، تو چی خیل به اینجا آمدی؟ با غضب گفت رحمان. من خودم نان ندارم که خورم. کامران مرا از بازار پیش کرد. یگان استخوانه مرا به کار نمیگیرد، چون که کامران به همه گفته است که من دزد هستم. تو به من لازم نیستی. ملیکه در کوچه ماند. زنی که 15 سال در طلا و نقره بود، اکنون در نزد در یک استای مست التجا میکرد. رحمان، آخر آمینه دختری توست. چه خیل تو ما را میپرتایی؟ اثبات کن که از من است. خندید رحمان. شاید تو باز با 10 کسی دیگر بودی. بیرو ملیکه،
با نزدیک کامرانت رو، شاید او تو را بخشد. ملکه به خانه برگشت و دید که آمینه در تاریکی نشسته نان میخورد. این همان دختری بود که یک هفته پیش میگفت من در ماشین سرخی دادم نمیشینم، این برای آدمان پست است. اکنون باشد او در تاریکی می نشست و آرزو می کرد که کاش که همان ماشین سرخ می آمد و دادش او را به طربخانه می برد. در تاجیکستان گپ مردم از همه چیز دیگر سخت‌تر است. دیر نگذشته تمام محله فهمید که کمران برای چی رفته است. همسایه ها در کوچه ملکه را می دیدند و رویشان را می گردانیدند. همان زنی بی‌حیا همین است، پیچ و راست می زدن زنها در نزد مغازه. شرم نمی دارد با دوست شوهرش 15 سال گشته است. بیچاره کمران چقدر صبر داشته است. حتی در مکتب به آمینه روز نمی دادن. آمینه، راست است که ددای تو کمران اکنه بلکه استا رحمان مست بوده است؟ می پرسیدن همسنفانش. آمینه با گریه به خانه می آمد و با مادرش جنگ می کرد. اوچه، چرا تو این کار را کرده؟ چرا ما را شرمنده کرده؟ من کمران اکه را می خواهم. او پدری من بود. خاموش شو. داد می زد ملکه. او پدر تو نیست. او یک ماشین فروشی ساده بود. ولی آمینه الکی می دانست. کمران شاید ساده بود ولی او مرد بود. او کسی بود که به آنها حیات شاهانه داده بود. رحمان باشد، رحمان حتی جرأت نکرد که یک بار به دیدن او بیاید. پس از 1 ماه ملکه فهمید که خانه واقعاً به فروش برآورده شده است. بانک آگاهینامه فرستاد. شما باید خانه را در دوام 10 روز خالی کنید. ملکه به ادوکت اکرم جان زنگ زد. شما نمی توانید این کار را کنید. گریه می کرد او. من زنی او هستم. من حق دارم. خواهر، شما دیگر زنی او نیستید. آرامانه جواب داد اکرم جان. کامران الکی عریضه طلاق را سپاریده است و درباره خانه کامران آن را به گرا مانده بود تا قرضهای بازار را سپارد. اگر شما خانه را گرفتن خواهید باید $200,000 قرض بانک را سپارید. شما این پول را دارید؟ ملکه تلفن را پرتافت. او می‌دانست که حتی 200 سامانی ندارد. او بار آخر به بازار ماشین رفت. او امید داشت که شاید کارگران به او کمک کنند. ولی وقتی او به آنجا رسید در بالای دروازه لوحه نو را دید. هلپلس کار. او به درون در آمدن خواست ولی پاسبان آخرانه او را منع کرد. خواهر، به شما اینجا ممکن نیست. صاحب نو فرمان داده است که شما را به درون راه ندهیم. من زنی صاحب اینجا هستم. فریاد زد ملکه. صاحب اینجا شرکت خارجی است، گفت پاسبان. و ما کامران اکه را میشناسیم. او به ما گفت که اگر زنی با نام ملکه آید به پلیس زنگ زنیم. التماس روید، ما را مجبور نکنید. ملکه در نزد دروازه بازار به زمین افتاد و زار زار گریست. او به همان ماشین های نگاه میکرد که 15 سال با پول آنها کیف و صفا کرده بود. اکنون آنها برای او بیگانه بودند. او حس کرد که چی طور آدمان به او با نفرت و مسخره نگاه میکنند. در آخر ما یک حادثه دیگر شد. رحمان که دیگر پول ایتورا ورق را نداشت، کوشش کرد که از استاخانه نوی هلپلس کار یک چند قسم‌های گرانبهای ماشین را دزدد. او فکر میکرد که مثل پیشتره کسی او را نمیبیند. ولی آن مدیر نو در همه جا کامراهای زمانوی نصب کرده بود. رحمان را در سر جنایت دستگیر کردند. پلیس آمد و او را با زولانه نروجنیکی برد. وقتی او را میبردند او داد میزد. کمران، این ماشین های من هستند. من اینها را تعمیر میکردم. مرا سر دهید. ولی کمران آنجا نبود. تنها قانون بود. رحمان را برای دزدی کلان به 5 سال روانه زندان کردند. ملکه و آمینه باشد مجبور شدند که به دهه دور به نزد والدان پیر ملکه روند. والدان ملکه که آدمانی با ناموس بودند از کار دخترشان شرم می داشتند. آنها ملکه را قبول کردند ولی او را مجبور کردند که در صحرا کار کند.
اکنون ملکه زنی که بار دستهایش را با آب خنک نمیزد در زیر آفتاب سوزان علف می‌دراند و زمین کند. او هر روز به دستان کفیدش نگاه می‌کرد و کمران را به یاد می‌آورد. آمینه باشد، آمینه دیگر هیچگاه آن دختر ارکه نبود. او در دهه مکتب را دوام داد ولی همیشه خاموش بود. او در دلش یک امید داشت، شاید یگان روز کمرانکه به سراغش آید. او تا حال در زیر بالینش یک عکس کهنه کمران را نگاه می داشت. 5 سال گذشت. در محبس شهر یوان، در بین دیوارهای بلندی خاکستری، مرد با نام رحمان روزهای خود را می شمارد. او دیگر آن رحمانی استایی با غیرت و شوخ نبود. مویهایش کاملا سفید شده، رویش با آجنگهای عمیق پوشیده شده بود. در محبس همه می دانستند که او برای چی اینجاست، نه تنها برای دزدی بلکه برای خیانت به دوست جانی خود. در عالم محبوسان خیانتکار را احترام نمی کنند. رحمان هر روز در آشخانه محبس ظرف می شست و فرش پاک می کرد. او که بار خود را از کامران بالا می گرفت، اکنون پسترین کارها را اجرا می کرد. شبها وقتی که همه خواب بودند، رحمان به شیفت خوابگاهی محبس نگاه کرده به یک چیز فکر می کرد. من چی کار کردم؟ او به یاد می آورد که چی طور کامران به او باور کرده کلید تجارتش را داده بود. او به یاد می آورد که چی طور ملکه را فریب داده زندگی او را هم ویران کرد. رحمان فهمید که او نه تنها کامران را بلکه خودش را هم نیست کرده است. او دیگر نه زن داشت، نه دختر و نه دوست. او در این دنیا کاملا تنها مانده بود. در دههای دوردست کوهستان، ملکه هر صبح با صدای خروس از خواب میخیست. دستان او که بار تنها کریم‌های گرانبها را می‌دیدند، اکنون از کار صحرا شخشول و کفیده بودند. او دیگر لباس‌های اروپایی نمی‌پوشید. یک کرته عادی چیت و رویمال بسته شده سیمای او را کاملاً دیگر کرده بود. یک روز ملکه در لب جویبار نشسته عکس خود را در آب دید. او خود را نشناخت. ملکه، تو به چی روز افتادی؟ پیچراست زد او. در آن لحظه او به یاد آورد که چطور کمران به او پیشنهاد کرده بود که یک جایه به ترکیه برای استراحت روند، ولی او به بهانه بیماری نرفته وقت را با رحمان گذرانیده بود. من همش را با دستان خود ویران کردم، گریه کرد او. مادر پیرش از پس او آمد و دستش را به کتفش گذاشت. دخترم، نان حلال شاید سخت باشد ولی خوابش شیرین است. تو 15 سال نان حرام خوردی، اکنون باید این را بچشی. این قرض توست. ملکه می دانست که مادرش حق است. او اکنون می فهمید که کمران نه تنها پول بود بلکه ستون خانه اش بود. به آن ستون خانه اش به سرش فرو ریخت. اومینا اکنون 18 ساله شده بود. او یک دختری زیبا ولی خیلی جدی و خاموش بود. او مکتب را با بهای اعلا تمام کرد و تصمیم گرفت که به دانشگاه داخل شود. ولی در دل او یک مقصد دیگر هم بود: پیدا کردن کمران. او به شهر آمد. شهر در دوام 5 سال خیلی تغییر یافته بود. او راست به همان جایی رفت که بازار ماشین‌های کمران بود. او دید که بازار اکنون خیلی کلان و زمانوی شده است. لوحه هلپلس کار هنوز در آنجا بود ولی آن اکنون با چراغ‌های نیونی می‌درخشید. آمیما با ترس و لرز به درون درآمد. او را زنی با نام آنا پیشواز گرفت. آنا آمینا را شناخت ولی چیزی نگفت. شما به کی لازم هستند؟ پرسید آنا. من میخواهم با کمرانکه گپ زنم، گفت آمینا و سرش را پست کرد. جناب کمران حالا بند هستند ولی شما می توانید در اینجا منتظر شوید. آمینا در قبولخانه نشست. او به دیوارها نگاه میکرد. در آنجا رسم‌های ماشین‌های نو، موفقیت‌های شرکت و یک رسم خوردی کمران بود. کمران در رسم خیلی خوشبخت می‌نمود.
او جوانتر و آرامتر شده بود. دری آفیس گشوده شد و کامران برآمد. او لباسی گرانبهای کاری داشت و در دستش کلید یک ماشینی نوی اودی بود. وقتی او آمینه را دید، یک ثانیه ایستاد. نگاه آنها با هم برخورد. کامران آمینه را به داخل آفیسش تکلیف کرد. او برای او چای فرمایش داد، ولی خودش دور نشست. آمینه، برای چی آمدی؟ پرسید کامران با آوازی آرام ولی به احساس. من آمدم که بخشش پرسم، گفت آمینه و اشک از چشمانش جاری شد. برای همه آن گپ‌های بدی که گفته بودم، برای آن که شما را احترام نکردم، من اکنون حقیقت را میدانم. من میدانم که شما برای من چی کارها کرده اید. کامران مدتی درازی خاموش ماند. او به بیرون به بازار ماشین‌هایش نگاه می‌کرد. آمینه، گفت او نهایت، من تو را کیها بخشیدم. تو گناهکار نستی. تو تنها قربانی بازی کلان سالان شدی. ولی یک چیز را بدان، من دیگر آن کامرانه‌ای نستم که تو میشناختی. آن مرد 5 سال پیش مرد. من میدانم پیچی را زد آمینه. من تنها میخواستم بگویم که شما همیشه در دل من پدری یگانه میماند. رحمان، او برای من هیچ کس نیست. کامران از جایش خیست، به نزد سیف خود رفت و یک لفافه را کنورد برآورد. در اینجا مبلغی هست که برای تحصیل تو در دانشگاه کفایه میکند. این آخرین کمک من به توست. این را گیر و حیات خود را ساز. مثل مادرت و رحمان نباش، با وجدان باشد. آمینه لفافه را گرفت، ولی حس کرد که این پول نه، بلکه خیر و خوشی آخرین است. کامران دیگر نمیخواست با گذشته خود یگان علاقه داشته باشد. کامران در ایوان خانه نوش در لب آبانباری نارک نشسته بود. شب فرا می رسید. صدای موجهای آب که آهسته به سنگها می زدند یگانه صدایی بود که خاموشی را خللدار می کرد. او به پیاله چای دستش نگاه کرد. بخاری چای آهسته به بالا می پیچید و در هوای سرد شام ناپدید می شد. کامران درباره آن فکر می کرد که چطور آدم می تواند در میان ثروت اینقدر تنها باشد. او همه چیز داشت: تجارت با موفق، احترام شهر، ماشین‌های قیمت‌بها. ولی در این خانه کلان هیچ کس او را منتظر نبود. هیچ کس نمی‌پرسید: کامران جان، چای می‌خورید؟ او به یاد آورد که چطور 15 سال پیش در آن خانه اجاره کهنه ملکه با تبسم به نزدش می‌آمد. آن وقت آنها هیچ چیز نداشتند، ولی او فکر می‌کرد که همه چیز دارد. اکنون باشد او همه چیز دارد، ولی می‌داند که آن وقت هم در اصل هیچ چیز نداشته است. همش سراب بود. دروغی بود که مثل پرده زیبا روی حقیقت زشت را پوشیده بود. تنهایی گران است، پیچیراش زد او، ولی خیانت از آن هم گرانتر. او چشمانش را پوشید. در گوشهایش صدای خنده رحمان عکس صدا می‌داد. همان خنده مسخره‌آمیزی که در پس پشتش می‌کرد. کامران دستش را سخت فشرد. نفرت هنوز در کنج قلبش مثل آتش زیر خاکستر زنده بود. او فهمید که قصاص گرفتن آسان است، ولی فراموش کردن این قهرمانی واقعی است. در همان دقیقه ها در اتاق تنگ محبس رحمان بالای ورق دریده خم شده بود. دستانش که بار ماشین ها را ماهرانه تعمیر می‌کردند اکنون می‌لرزیدند. او می‌خواست به کامران نامه نویسد. سلام کامران. نه، سلام برادر، نوشت او و باز خط زد. کلمه برادر در دهانش مثل زر تلخ می‌نمود. من می‌دانم که تو این نامه را نمی‌خوانی و شاید حق هم داری. من در اینجا در بین 4 دیوار هر روز همان لحظه ای را به یاد میارم که بار اول بر روی تو نگاه کرده دروغ گفتم. من فکر میکردم که من از تو هوشیارترم. من فکر میکردم که من زورم چون که زن تو را و پول تو را صاحب شدم.
ولی حالا میبینم که من تنها یک دزد پست بودم. من نه تنها مال تو را بلکه آینده خودم را هم دزدیدم. کامران، تو میدانی که در اینجا از همه چیز دهشتناک چیست؟ این آواز وجدان است. شبها وقتی که همه خواب می روند، وجدانم مثل یک حیوان وحشی به گلویم می چستد. من چهره آمینه را می بینم. او مرا داده نمی گوید. او حتی به دیدان من نمی آید. من دخترم را گم کردم. من دوستم را گم کردم. من خودم را گم کردم. رحمان قلم را به زمین پرتافت. او فهمید که یگان کلمه نمیتواند آنچه را که او ویران کرده است برقرار کند. او ورق را در دست فشرده به کنج دیوار تکیه کرد. اشک‌های یک مرد شکسته بر روی فرش افلاسی محبس می‌ریختند. این اشک‌ها نه از درد بلکه از بیچارگی بودند. در دهه ملکه زمستان بر وقت آمد. برف اول راه‌ها را بست. ملکه در نزد پیچکه چوبی نشسته کوشش میکرد که خانه را گرم کند. دودی پیچکه چشمانش را می سوزاند، ولی او پروایی نداشت. او به آینه نگاه کرد. در آینه زنی را دید که هیچگاه نمیخواست به آن تبدیل یابد. روی زرچتاب، لبهای خشکیده و نگاه بی‌حیات. ملکه به یاد آورد که چطور در شهر او بهترین عطرها را استفاده می‌برد. اکنون باشد از لباسهایش تنها بوی دود و تپک می آمد. این از حیات من، گفت او به خود. او به آمینه فکر میکرد. آمینه حالا در شهر است. او شاید در دانشگاه با دختران دیگر خنده و شوخی میکند. آیا او مادرش را به یاد میآورد؟ یا شاید او میخواهد این گذشته سیاه را کاملا فراموش کند؟ ملکه حس میکرد که او برای دخترش یک باری وزنین شده است. جزای ملکه نه تنها کمبغلی بلکه دیدن نفرت در چشمان یگانه فرزندش بود. هر وقت آمینه به او نگاه میکرد، ملکه در اون نگاه عکس خیانت خود را میدید. شمال به تریزه کهنه میزد، گویا میخواست به درون درآید و همه چیز را یخ کناند. ملکه روی مالش را سخت‌تر بست و سرش را بالای زانوانش گذاشت. او میدانست که این زمستان خیلی دراز خواهد بود. شاید درازترین زمستانی حیات او. آمینه در کتابخانه دانشگاه نشسته بود ولی فکرش در جای دیگر بود. او به دفترش چیزی می نوشت ولی کلمه ها معنا نداشتند. من کیستم؟ این سوال او را آرام نمی گذاشت. من دختری کیستم؟ یک خائن یا یک مرد نجیب؟ او می دانست که از نگاه بیولوژی او دختر رحمان است، ولی در دلش او همیشه می‌خواست دختر کامران باشد. او به یاد می‌آورد که چطور کامران در کودکی او را به کتف‌هایش می‌برداشت و می‌گفت تو ملکه من هستی. آمینه فهمید که پدر بودن تنها خون نیست. پدر بودن این شخصی است که وقت تو می‌ترسی دستت را می‌گیرد. شخصی است که برای آینده تو جانش را فدا می‌کند. رحمان هیچگاه پدر نبود. او تنها یک سایه بود. آمینه تصمیم گرفت او باید حیات خود را طوری سازد که نام کامران را پست نکند. او میخواست به کامران اثبات کند که تربیه او بهوده نرفته است. حتی اگر کامران او را دیگر نخواهد دید، او در هر یک قدمش میکوشید که مثل کامران باشد، قوی، با انصاف و با صبر.